حدیث قدسی. فضیلت صبر بر مصیبت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزوجل فرمود وقت مصیبت تن یا فرزند یا مال متوجه یکی از بندگان خویش کنم و او با صبر نیکو مصیبت را استقبال کند، روز قیامت شرم دارم که میزان برای او نصب کنم یا دفتر برای او پهن کنم. نهج الفصاحه، حکایت 2075.